حالتی دختر هیچ خوب نیست. سیفدا؟ سیفدا؟ تو کجا بودی دخترم؟ ها؟ از صبح تا حالا کجا بودی جان مادر؟ سیفدا؟ در شفاخانه بودم. شفاخانه چی؟ علی یک بچه دگام داره مادر. و زیاد مریضم است. من پیش او بودم. یک بچه دگام داره؟ بله. متاسفانه زن سابقش بچهش ازش بود کده بود. پدرم وقت بچه علی را کشته بود. او زن بدون ای که بگویه حامل است علی را ترک کده رفته بود. مادر بچه علی زیاد مریض است. فقطی که بچه خود مریض باشه قلبم درد میکنه. جگر خون است. آه جان مادر، من علی را زیاد دوست دارم. بدون او زندگی کردنم میتونم. پس تو چرا همراه اویگار عروسی کردی ها؟ به خاطر که پدرم نمونه. چی؟ تو چی گفتی؟ دقیقش نشین. دقیقش نشین. تیر شد مادر. سیفدا یعنی چی به خاطر که پدرم نموره؟ بگو. اویگار میفهمم مادر. چی را؟ ازی که پدرم بچه علی را کشته میفهمم. اگه همراهش عروسی نمیکدم. گفت اگه کتش عروسی نکنم به علی کل چیزه میگه. مرا با علی تهدید کرد مادر. آه جان مادر، تو به خاطر پدرت از کسی جدا شدی که او را دوست داشتی همونطور از دخترم. مادر من اون روز کالای عروسینه کفن من پوشیده بودم. فقط به خاطر که به پدرم ضرر نرسه. دختر مقبولم، چرا این قسم کردی؟ قلبم زیاد درد میکنه. آی دختر مهربانه، قلبم زیاد درد میکنه. جانم پدر کوکسال. سیفدا صبر کن. بانش من امرش گپ میزنم جان مادر. درست است، مکتش گپ میزنم. آی جانم. شما آماده هستین؟ بله آماده هستیم خانم پرستار، اما من زیاد میترسم. از او خاطر علی جان باید دستم محکم بگیره. اجازه است؟ البته.
قدر کوشش کنی جدا بسازیشان دور بسازیشان بازم پدرش هست دیگه. خداوند هیچ پدر از سر اولادش کم نکنه. خسته نباشی. زنده باشی. روز بخیر. امشب پلانی خواست که بریم نان خوردن نه؟ بله البته. تو رو به یک رستوران بسیار مقبول میبرم. پس ای شد من میرم شب ساعت 8 بجه باز میبینیم. پیلوت؟ میگی کدام گپ نیست اما معلومش از ما چیزی را پت میکنی. من یک قسم نمیمارم دویگو. تو طرف ما صحیح فایر کو. چطور؟ نفهمیدم. یعنی میگم که تو چی وقت سر ما اعتماد خواد کردی ها؟ حتی پدرت از تو که سر ما زیادتر باور داره. اما تو ایره دروغ میگی پیلوت. میگی چی پلان داری پیلوت؟ همین تو گپا. نه تو اشتباه درک کردی. چی بفهمم وقت توی قسم به عجله رفتی باز مام گفتم نه به رستوران میرم. از او خاطر عجله دارم. اما تو اگه در حرکتم پشت گپ بگردی سعیس بس است. توی چهره مقبول غمگین نگی. بر صورت پس شب باز میبینیم. سعیس خداحافظ. بچه قندم؟ تو خود گفتی درد نمیکنه، چرا برم دروغ گفتی؟ سعیز دیگه کم درد خواه میکنه. بیازه زود خوب میشه. همراه تو کار استم. حالا خوب میشه نواسش شعر ما خوب میشه. حالا که خونه شبر مای نگرفتن بهتر از که مام خانه بریم. عزلم وقتی که از اینجا برآمدیم ازت میخوایم که به خانه ما بیاین. گفتی به خانه تو؟ ای گپ دیگه از کجا شد؟ رئیس در پیشوری شفاخانه نفرهای ما هستند. پیشوری خانه علیام نفرهای ما هستند. اما کاتیش یک خانواده است. زن سابقشان در شفاخانه است. رئیس خدا داد. پیلوت بیادر خیریت باشه. که تیزگی چی کردی؟ روشا به دردت خورد یا نه؟ روشا به دردم خورد. بسیار زیاد به دردم خورد. این دیگه چه قسمش هست بچیم؟ ما و ایزگی اول دوست می باشیم بعدن شریک زندگی. اما ایزگی نمیخواه که امرای ما عروسی کنه. بچیم کم آهسته پیش برو. کل چیز از خود وقت داره. اول کتش یک چند وقت تیر میکنی تا او دختر تو را خوب صحیح بشناسه. بعد از او میبینی که او بدون تو زندگی نمیتونه. چه قسم وقت ما تیر کنم؟ چه قسم تیر کنم؟ بچیم یگان جای دعوتش کو. مثلا امشب ما دویگو خواهرت بنان خوردن میبرم. بنان شو میبری؟ کجا میبریش؟ آیمو در پشت پل یک رستوران مقبول کس نه؟ اونجا خب چرا پرسان میکنی ها؟ بچیم بیبی من میخوایم امروی انگت یک چند دقیقه تنها باشم. فهمیدی؟ اوش کنی مزاحمت نکنی. پیلوت بیادر تو چرا سرت همیشه قسم میکنی؟ نه که گردن درد میکنه. چی؟ بچه دیگه یک قسم سوالای بیمانا را از ما پرسان نکن. خب اگه نه او دختر باز از دست خواد دادی. خدا حافظت. نه علی ما خانه خودمو میریم. ببین وقتی که میگم باید پیش ما باشین حتما کدوم چیزم میفهمم. میفهمی؟ تو بازم از ما کدوم چیزا پت میکنی؟ چیز را که دختر گفت راست است نه؟ صدای فیر و یگان چیزای دیگه. باز تو ده کدام جنجال هستی نه؟ ما در باغچه منتظر می باشیم.
سعیس مادر جان، شما پایین شوین، ما میاییم. علی جان تو هنوز کت مشتی نکدی؟ نه آشتی نکده. الا بیا که بریم بچیم. الا دیگه زوچو عزلم ببین ضرور است که باید پیش ما باشین. به خاطر که ازتان محافظت کردم بتانم باید پیش ما باشین. امرای تو که باشیم دامن می باشیم علی. باندگه بلیاز خدا. یعنی برو گذشته را خو یک طرف بانده می وقت تا آخر سرخانه تمله نکدن علی. ده اونجا از علی جان حفاظت که خود عزلم کل آمادگی ها گرفته شده. محافظا رفت و آمد به داخل منطقه. کلش زیر کنترل است. ببین اجازه ایره نمیتونم که شما را چیز شوه. پیش ازی که سلیمان با مراد دقیقا همی گپ گفته بودی. وداد تاشکافا خبر شده که به استاد علی کمک کردیم. طبعا خبر میشه. ناخو نگفتن هر دیوارا موش از خود گوش داره. سعیس بچیم گپ دراز نکو. باید تدابیر لازم بگیریم. سعیس خیر ببینی پیلوت سلام. مام پیش تو می آمدم، یعنی به رستوران. های نه ما امروز سر کار نمیرم. راستش درباره موضوع کار من فکر کردی؟ نه دیگه هنوز وقت پیدا نکردیم. ما از دست کارهای زیاد است. باز یک روز دیگه گپ میزنیم. سعیس میشه. البته اگه بیکار هستی ما سبا بیایم. نه سبا نمیشه. دیگه سباش بیایم. دیگه سبام نمیشه. اگه به خاطر که از دوی گومی شرمی نمیخوای برم کار بیتی واضح برم بگو پیلوت. نیاز به فریب دادن نیست. ما کسی را فریب نمیتونم، فهمیدی؟ اگه ضرورت نمیداشتم باز نمیگفتم. سعیس ما میبینم، کوشش میکنم، اما امیال کار دارم، مزاحمت نکن. پیلوت میفهمی از مادرم مواظبت میکنم. عادیست که دوی گو مرا درک نمیکنه چون که پول دارست. فکر کردم تو درکم میکنی. او تو نیست که من تو را درک نکنم. توکچه ما از وظیفه اخراج شدیم. چی؟ از وظیفه اخراج شدی؟ چرا؟ حالا دیگه چرای شبان هنوز دوی گازی گپ خبر نداره. در بین خود ما باشه. سعیس تو تشویش نکن، ایراز پیشم میمانه. خیر ببینی ما بازم کوشش میکنم یگان کار برات پیدا کنم. خب زنده باشی پی. میرم با من خدا. ما باید بفهمیم که مشکل آقا کرد چی است سارب. ایچی قسم یک راز است. پیش از ای که علی بفهمه اونا کاکای ما کشتن. با احتمال زیاد باید به علی مهم باشه. اویگار! کوکسال نیک دیوانه شدی، چی میکنی؟ با تو اخطار داده بودم اویگار. برات گفته بودم که به خاطر خانواده ما هر کار کده میتونم. هم خودت هم خانوادت با جز از خوبی دیگه از ما چی دیدین؟ گناه ما چی است؟ میفهمم که دختر ما با چی تهدید کرده امرایش روسی کردی. از کل چیز خبر دارم. با جز از که سیف داره زیاد دوست دارم دیگه هیچ گناهی ندارم کوکسال. از خاطر تو دخترم ازم نفرت داره اویگار.
مطمئن هستی؟ اگر میخوایی خدا فریب نتی، تنها دلیلی که سفدا از تو نفرت داره فقط و فقط خودت هستی کوکسال. ایره خودتان بسیار خوب میفهمی. تو را میکشم. ما واقعا معذرت میخوایم دخترم. در مقابل چشمایم واقعیت دیده نتونستم. نمیدیدین یا که نمیخواستین ببینین مادر؟ هوش کنی کوکسال، کدام دیوانگی نکنی. تو میخوایی که مرا بکشی اما ترس؟ من کل قرضای تو را خلاص کردم، تو را از تمام بدبختی ها نجات دادم، دروازه خانه خود باری دواز ماندم. اما نگو که در مقابل کلینا تو اقدر نمک حرام هستی کوکسال. من هیچ فکرشم نکرده بودم. چشم پوشی کردن نمیتونم که دخترم در سختی زندگی کنه. میموری و دخترم آزاد میشه آیگان. تو به خدایا کوکسال، تو چی میکنی؟ پدر صبر کنید، چی میکنید؟ کوکسال نرو بشنو. اعلام کن. ما پدرم دست نزنی، لش کن. آدم پستی، لش کن. بس است، الهش کن. حال خوب گپای ما به دقت گوش که آقا کوکسال. کل اتفاقات فراموش میکنم، تو هم فراموش میکنی. هرچی را که تو میفهمی فراموش میکنی. با ما یک خسر خوب و مناسب میشی. خانم خیریه، متوجه شوهرتان باشین. کوکسال سفدا، از ای که با پدرت گفتی کاملا اشتباه کردی. کوکسال بفرمایین. روز خوش. دویگو جان. بله، به گرفتن دوا اومدی؟ نه که دوای ضد ملگی میخوایی؟ نه، من به خاطر پیلوت جگرخون شدم. از اینجا تیر می شدم، گفتم یک بار تو رام ببینم، شاید به کمک ضرورت داشته باشی. نه فهمیدم. از خاطر چی جگرخون شدی؟ از وظیفه اخراج شدنی. از وظیفه اخراج شدن؟ گپ ناق نزن، تو یک چیز نیست. آی خدای من، به نظرم نباید میگفتم. واقعا معذرت میخوایم. فکر میکنم از تو پد کده. من دیگه میرم. یعنی ای راست میگه؟ پیلوت در خانه زنبور سنگ زدم. حال تو هم پیش من خدا آمدی پیلوت. عزلم، تو چرا مرا درک نمی کنی؟ آیده اصل تو مرا درک نمی کنی علی. وقت پشتت میگشتم درباره قدر گپای خوب شنیدم، فکر کردم تغییر کردی. گفتم شاید به خود یک زندگی آرام و بی خطر ساخته باشی، اما نه دیگه برعکس از او است. در زندگی تو خو هیچ چیز تغییر نکرده.
افسوس به ای که انسان گذشته خود تغییر دادن نمیتونه وزلم. او آدمایی که در پشت ماستن از گذشتیم تا حال هستن. به خاطر همین گذشته تو یک بچه ما از بین رفت. نمیخوایم دیگه شما از بین بره علی. ما خانه خودمون میریم. وزلم یک بار بشنو. نه علی، گوشای تواز کو و گپای ما به دقت بشنو. علی ببین، تو ده هر بلایی که افتیدی بچه ما از او بلا دور نگاه کن. ببین هیچ کس نمیتونه به بچه‌م ضرر برسونه، حتی نمیتونه یک طور مویش از سرش کم کنه. مادر؟ بچه چطور هستی؟ بچه شیرم. عزلم دخترم تاکسی بگی که خانه بریم، ما خسته شدیم. بریم. عزلم علی شلگی نکن، ما خانه خودمو میریم. سیس ببین شلگی نمی کنم، اما اجازه بدی که تا خانه شما را برسانم لطفا. سیس بریم در موتر بالا شویم. بیادر، خانواده علی از شفاخانه بر آمدن. تعقیبشان کنین، بچه‌ش گرفته پیش ما بیارین. به اون مرگ آسان نمیتون، باید هر روز بمونه. درست است بیادر. پیش از داخل شدن چرا تک تک نمی کنی؟ با اتاق زن نکاح شده خود داخل شده. چی میخوایی؟ میخوایی برام چی بگویی؟ ها؟ این دفعه با چی میخوایی تهدیدم کنی؟ سفدا خیرت است؟ تهدید مهدید؟ کدام تا مشنوه؟ حالت پدرت خود دیدی نه؟ آدم بیچاره عقلش از دست داده. حالا که فهمی چی تغییر کرد ها سفدا؟ کدام چیزی به دستت آمد؟ خب اگه علی با فهمه باز چی؟ ای که چی خواهد شد فکر کردی یا نه؟ دیگه هیچ چیز به فکر کردن نمونده. راست میگی ها؟ علی حال دیگه یک خانواده داره. تنها هدفش اونا هستن. اما فراموش نکن، ما هم یک خانواده دارم. تو زن مستی و عضو خانواده مستی. من عضو خانواده‌ات نیستم. هیچ وقت هم نخواد شدم، حتی دخوت. میفهمی به خاطر چی؟ علی حتی اگه از من منصرف شوه، حتی اگه به خاطر رو یک ذره امیدم نداشته باشم، من از عشقی که نسبت به علی دارم منصرف نمیشم. هیچ وقت هم منصرف نخواد شدم. منصرف میشی سفدا و هم بسیار زود منصرف میشی.
اینان درباره مریضیم بفهمم. نمیفهمم که مثل قبلا دوست میداشته باشه یا نه. مگم نگفتیم گفتنی کلمه ممنوست؟ از اینکه اجازه نمیده سینان مرا دوست داشته باشه و من یک قسم خودخواهی مانو میشه. با چی فکر میکنی؟ هیچ. گوش کن جانم. ما با عشق ما کل موانع را از بین میبریم. کسی نیست که در رابطه ما مداخله کنه و کسی نیست که مانع دیدن ما شود جانم. بله حق به جانب هستی. در صورت چرا خوش نیستی؟ از وقت که همدیگر دیدیم در چهره مقبولت یک بار هم خنده نامده. کدام چیز جگرت خون کده؟ نه این گپ از کجا شده که جانم؟ زینب من حالت تو را خوب صحیح میشناسم. از حالتت، از رفتارت، از گپ زدنت، ای که چی اسم میکنی میتونم درک کنم. یعنی ای که دوست داشتن همی قسم یک چیز هست. مرا واقعا دوست داری؟ خیلی تو چی فکر میکنی؟ سوال ما با سوال جواب ندی. بله من تو را به حد دوست دارم. خصوصا وقت خنده میکنی باز من تو را بیشتر دوست میداشته باشم. پس همیشه در کنارم میباشی؟ اگه میخوایی که برای دوست داشتنم ثابت شوه باز میرم در یک ورق برات امضا میکنم. کل زندگی را میخوایم با تو باشم هر لحظه. اما تو چطور؟ ما چی؟ تو چطور؟ تو اما میره میخوایی که کتم باشی؟ تا جایی که بتانم کتیت میباشم. یعنی چی که تا جایی بتانم کتت میباشم؟ یعنی تا لحظه مرگ. کاکا خدا داد توپ پرتو. رونالدو واری شوت میکنه. حالا دیگه شوت کن. چی کردم؟ خدا داد این شیشه را کی شکستانده؟ دوره دیدی؟ دیدم خاله مقبولم. کی کده؟ کجا فرار کده؟ فرار نکده. گفتی فرار نکده؟ ایزگی؟ کی شیشه را شکستانده خدا داد؟ تو را میگم من شکستاندم باز براتان نبشه میارم. الله خدا جان تو تشد. ایزگی الله. در ذهنت یک عدد انتخاب کن. چی؟ خواهر یکی است. ای خدا داد است. یک دوستم از چند دقیقه بعد میره. بله من دوستش هستم. تو هم خواهرش هستی اما تو نیست. نامک چی است؟ ملکه. مشرف شدم. ما هم خدا داد هستم. تو هم در ذهنت یک عدد انتخاب کن. نه خدا داد حالا نمیشه. بیبی هنوز باید به قرطاس فروشی بریم کار خانگی داره. ما یک عدد انتخاب کردم. صحیح است. آلو عدد را که انتخاب کردی ضرب 15 کو. تقسیم 3 باز ضرب 2 باز جمع 6 کو تقسیم 10 کو. آلو عدد در ذهنت نگاه کو. جوابش چند شد برام بگو. گفتم میتونی؟ حالا دیگه جوابش بگو. نمیتونم زیاد سخت است. ما هم نمیتونم زیاد سخت است.
اما هرچی میکنی جوابش بده دیگه. به من همه قسم گفتن. جوابش یک است. خنده‌دار است نه؟ جوابش یک. خدا داد میبینیم که امروز بسیار خوش هستی. امشب یک شکم نان بخوره؟ چی؟ ای گپ دیگه از کجا شد؟ پیلوت بیادر گفت. آقا پیلوتی گپا گفته؟ بله پیلوت بیادر گفت. در صورت میشه سعیز پس امشب میریم. حالا بیا که بریم. گفت میشه. مرا دوست داره. مرا دوست داره. مرا دوست داره. دوست داره. دوست داره. دوست داره کاکا. چه رقم نبوده نفر بوده یا ربی الله. بفرمایین. کی را کار داشتین؟ ما پیلوت کار داشتم. پیلوت چی کار داشتی؟ هیچ. ما دوستش هستم. چرا؟ پیلوت نیست و دیگه هیچ وقت هم نمیایا. خب ایره میفهمین که حال کجاست؟ او را از خودش پرسان کو. کی میفهمه که در کجا پت شده؟ بیا زو کارا میلاکه ده. فهمیدم. تشکر. بیادر این آدم قبلا هم اینجا آمده بود. فکر کنم دوست دختر پیلوت هست. به خاطر که سرت اعتماد ندارم برام دروغ میگی. ببینیم باز چی با نخواد کردی آقا پیلوت. بفرما بیادر. بازاپو بگو که خانم ها تعقیب کنه. درست است بیادر. یک خدافزم نمیگی علی جان؟ زیاد قار است. امیدوار هستم پیش از پیوند دادن استخوان نواسیمه در کدام جنجال نندازی. خانم نیلوفر، به اون اندازه که شما در فکر نواسیتان هستین، ما با اون اندازه در فکر بچه‌ام هستم. تشویش نکنین. چی کنیم بیادر؟ همه که علی دور شد رفت تا بچهش اختطاف میکنه. متوجه باش لطفاً. ما مردیم و در جنت آمدیم. چطور؟ فکر نکنم روی جنت ببینی آقا پیلوت. های ما چی گفتیم که توی تو میگی؟ آدم از همون تعریف کردن پشیمان میکنی. شما دخترها کلتان هم قسم هستین.
بیا بشی اینجا بیا. او دخترک ما را پیش پیلوت برد. علی هم خانوادش رساند و رفت. امشب کار هر دویشان خلاص میشه. بچه قنده بگی شیر بخو. اوی مادر جان، تو هم خسته شدی؟ برات قهوه مزه‌دار آماده کنم؟ قهوه ساده باشه دخترم. سیست. آینی که باز علی است. ما چی میخواه؟ شما کی هستین؟ خاله جان دور شو، کار ما را سخت نساز. شما به کدامت خانه ما داخل میشیم؟ چی شده ها؟ چیگه پسای شما کی هستین؟ اینجا کاروان سرای نیست. بیا که کده تو هم معرفی شوه. ایلاکو زود باشین ببرین. حالا اگه نمیخوای یاد بچه جدا کنی تو هم امرایت برو. تو چرقه گرفته هستی چشماهوی من؟ چیز نیست. بگو کی تو رای قسم ناراحت ساخته؟ امروز چی میکنی؟ دلش از زندگی بد میکنم بی عقله. اگه عقل میداشت بیازو مرا جگر خون نمیساخت. ها یعنی او کدام کسی است؟ من میشناسم. بگو برم کی است؟ چیز نیست پیلوت. آرام باش. نیکی نان خوشت نامد؟ از نان خوشت نامد دیگه خواهر؟ از قواره خو زیاد خوبش هست. خدا داد. تو دیگه از کجا شدی؟ ایزگیره گرفته آمدم دیگه. تو گفته بودی نه؟ اما این بار آخر است. ما نان خدا در خانه دیگه میخوریم. اما تو نیست عشقم؟ نه عشق چی خدا داد؟ خدا داد. بچم بیا اینجا. بچه ما آیسته قدم بان آیسته. درست است. خدا داد. بچه ما همه قسم برات گفتم. بچیم تو بازم مر غلط درک کردی. این قسم آیسته نه. وقتی میخوای قلب دختر به دست بیاری آیسته حرکت کو. منظور من تو یک چیز بود. صحیح درست است. راه برو بچه. نوش جان شما. حالا دیگه خدا داد. ای خدا داد. ده عشق قسم شدی یا که از اولم قسم بودی؟ به هر صورت بسیار بچه دختر بیچاره به خاطر تو آمده بود. حالا ای دیگه چی منامتا؟ یعنی چی که به خاطر ما آمده بود؟ نیک ندیدی چه قسم طرفت سیل میکرد؟ به خاطر نفهمیدن ایگه باید احمق باشی. چشمای من خب غیر تو دیگه کسی را نمیبینه. چشما بی من، چشما هوی من. هر کسی که سیل میکنه سیل کنه. من هر طرفی که سیل میکنم فقط تو را میبینم.
رئیس گرفتیمشان میاییم. خوبش. ای دختر چند دقیقه دیگه من به قسم طرف سیل کنه. آرام باش، چشم آبی من. بان که سیل کنه چی دقیقه سیش مونده؟ اگر تو طرفش سیل نکنی باز نمیکنه. بیبی من به جز تو دیگه کسی را سیل نمیکنم. ببخشین ظرفای خالی را گرفتم میتونم؟ بله، ظرفای خالی میز پولیمارم گرفته میتونین. بله نفهمیدم. چیزی نیست تو بگیر اینا رو ببر. زنده باشی. خوب دی گناه خدا داد چی از صدقه چم. ما خود چیز نگفتیم. بعد از این دیگه علی را از پیش رایم پس میکنی. در پشت او ایستاد نمی باشی. قسمت بعدی. بالی کل چیزا را میگم. نمیشه. خانوادهش تکمیل شد.